سلام علیکم دوستا، امیدوارم خوب و صحتمند باشین. این ویدیو رو ببینین. این را خب همونطور میشناسین، میفهم خبیب افغانستان که خودم میگویم و قسمی که میبینین این ویدیو تمام لوازم همین ورزشی در میته و میگه که من اسپانسر پیدا نکردم و به خاطر از این نمیخوایم دیگه ورزش ادامه بدم. به نظرم که یک روز پیش یک اسپانسر هم برش پیدا شد که گفت تمام خرج میگیرم در کابل است به نظرم. و ببینین که ما براتون چند تا از ویدیوهای دیگر نشون بدیم. این ویدیو رو ببینین. بچه مسئولان نظری همین ویدیویش ما خود فیسبوک گرفتیم که قهرمان 61 کیلوگرم و 61 کیلوگرم پهلوانی است در کابل. بچه رو ببینین که چی میفروشه. و حالا این دیگر رو ببینین. ایرم یکی از قهرمانای MMA است در کابل که با مجتبی پنشیری یک جای تمرین میکنه. این هم از او که او را هم دوستوشی میدم در کابل. پیام ما دوستایی است که میخواستم من حیث یک هموطن که برای هموطن خب جان بگویم که در افغانستان خیلی صدایی است که مثل شما واره پول ندارن، اما چی دارن؟ یک توقع دارن، ورزش میکنن و میفهمن که یک روزی اگر زحمت بکشن به جای میرسن. این ویدیو رو ببینین. این نمونه از تا از قهرمانا بود که براتون نشان دادم. مسیح نظری که در اول ویدیوش نشان دادم و پهلوانی است که فعلا در افغانستان اول است در وزن 61 کیلوگرم، مدال طلا داره در وزن 60 کیلوگرم. بریم ببینین خودتان. و میخواستم بگویم که این رای است که انسان نباید شکست بخوره، نباید تسلیم شه. اینا بچه‌ای هستن که تمامشون زحمت کشیدن. البته اگر ببینین 99% قهرمانا چی هستن؟ به پول هستن، پیسه ندارن. 99%شون. اگر شما در افغانستان ببین 1%شون که از فامیل پیسه دار هستن، کمک مالی دارن، هر کاری کرده میتونن، اما 99%شون که هست به پول هستن. قسمی که براتون نشان دادم. پس هیچ وقت باید انسان تسلیم نشود دوستا. و امیدوار هستم که از این به بعد که برای خبیب جان اسپانسر پیدا شده، امیدوار هستم که از این به بعد بیشتر و بیشتر زحمت بکشه و ما هم دعا میکنیم که در قله های بلند برسه. و السلام.